اینمی یک معرخ امریکایی است، ویل دیورانت، تاریخی استوریا سیویلیزاسیون داره، 11 مجلد استوریا سیویلیزاسیون. همین جلد پنجمش همش همین اسلام است، سیویلیزاسیون. همین مردان اگر چندی که مسلمان نیستی اما همه حق بو که هستی حق بیان کرده است. واقعا میگه غرب مدیون اسلام است، غرب مدیون پیامبر صلی الله علیه و سلم است. چیز گرفتیم از همین ها گرفتیم، با دلیل حجت اثبات کرده است. همون نظمی را که محمد اقبال لاهوری گفته است وابسته به همین است. حضرت گفت حکمت اشیا فرانگیزاد نیست، اصل آن جز لذت ایجاد نیست. نیک اگر بینی مسلمان زاده است، این گوهر از دست ما افتاده است. چون عرب اندر اروپا پرک شد، علم حکمت رو بنا دیگر نهاد. در اروپا مکتب عالی نبود، در اروپا تعلیم نبود، لابراتواریا نبود. آخه مسلمان ها همه میره در اندلوسیا جا به جا کردن، اروپایی ها دیدن و آموختن. چرا اسپانیا یک بار اینقدر ترقی کرد، نیمی دنیا را قریب است امریکا کرد؟ از حساب مسلمان ها. کشتی سازی را از مسلمان ها یاد گرفتن، بحرنوردی را از مسلمان ها یاد گرفتن. تا حال این یک کلمه‌ای که معروف خاص و عام هستند، حتی کلمه‌های بین الملل حساب میکنن، مثل این ادمیرال. این کلمه‌های اسلامی هستند که امیرال بحر گرفتن، ادمیرال کردن. همون گیبرالتر که هستن اصلا جبل الطارق است. طارق ابن زیاد جبل به همون منطقه رفته، سال 711 داخل شد در اندلوسیا، اندلوسیا را فتح کرد برای مسلمانان. یک چی مسلم است، همه کسی که به قدر استاد نرسید، به قدر علم نرسید، کورنمکی کرد، خداوند خار و ذلیلش میگردونه. همه چیزی که همون اسپانیا به قدر استادا نرسیدن، ظلم کردن در حق مسلمانان، مجبور شو کردن که دین نصرانی را قبول کنن. از بس که اکثرش قبول نکرده بود، در یک روزی طوفانی خانه سوخته در زورقا سوار شو کردن و در همون گلوگای گیبرالتر در بحر سر شو دادن، همش قریب غرق شدن و مردن. خداوند به همون نکبت گرفتار شو کرد که بعد چند اسپانیا دیگه همون سروری و رهبری را همه را دست داد. در جنگ با انگلیا ارمده مغلوب نشوندهش تورمار کردن و همه دیگه خلاص شد. دیگه دولت ابرقدرت حتی حسابی نمیشه. همین روز هم که اگر به شرطی که به قدر دین مبین اسلام نرسیم، اگر به شرطی که جوانمرد نشویم، شکرگزاری نعمت الله نکنیم، همون نکبت خدای تعالی بلامون بیاره. هیچ جوی شک شبهه نیست. ای الله عزوجل، خیلی مرد بودن در کار که واقعیت هم بود. یک نویسنده و دراماتورگ بزرگ انگلیس است با نام برنارد شاو. این شخص لوریت مکافات نوبلی هم هست، بسیار شخصیت بزرگ است. میگه اصلا بگیریم محمد صلی الله علیه و سلم بالای همه مردم عالم حق داره. این امروز ببینید اینقدر ساختارها، اینقدر تشکیلاتها از سازمان ملل متحد سر کرده و دیگرش، اما هر روز در یک جا جنگ است، یک جا خونریزی است. این در عصر 21 ببینید در بسیاری گوشه‌های دنیا حتما یک جنگ، یک خونریزی و یک فتنه هست. اگر میگه خداوند متعال شخصیت مثل محمد صلی الله علیه و سلم دوباره احیا کنه، خودش به طاقتی کفایه میکنه برای سازمان دادن این تمام دنیا، تمام جامعه بشر. مرد بدن در کار که این را اقرار کنه. حقیقت عالم همین است. سبحان الله. حضرت صلی الله علیه و سلم سببور اتحاد مسلمانان شده است. در دنیا بار اول در تاریخ بنی بشر برابری شد، اتحاد شد. همه در پیش خداوند گفت حقی برابر دارند. کسای پیش خداوند عزیز هستند که تقوای بیشتر دارند، نه رنگ پوست، نه مال و ثروت، نه وظیفه و جا، هیچ چیز انسان را امتیاز نمیتونه مگر انمی تقوا. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله عزوجل 1400 سال پیش اعلام کرده بود: ای مردم،
ما شما را بیا دوباره بیا مرحبا اون سلام مبارک و انت خیر مقصد در همون زمانایی که نقش اول جاه و منصب و پشت و خیش تباربازی و نژاد بازی میکرد اسلام همین طرحها را شکست بار اول در تاریخ بشر. امام قرطبی در تفسیر معروفش وقتی که همین آیه را شرح توضیح میده وارد است که میگه وقتی که مکه فتح شد در همون روز فتح مکه حضرت صلی الله علیه و سلم حضرت بلال امر کرد که یا بلال بالای خانه کعبه برو اذان بگو. وقت ولی این اذانه ها نبودن برای اذان بودن. حضرت بلال میگه بالای خانه کعبه نزد قریش به نهایت شهرت خاصه داشت، محبت خاصه داشت. از شریعت ابراهیمی فقط اون خانه مونده بود زیارت شوخی به حد او را مقدس میدونستن. حضرت بلال بالای خانه برآمد اذان داد. 3 نفر میگه ایستادگی بدن چنان سختش رسید اصلا همه قریشی‌ها جوشیدن. 3 نفر از رهبراش ابو سفیان ابن حرب رضی الله تعالی عنه، عطا ابن اسید رضی الله تعالی عنه و الله علم هشام ابن عبدالله 3 کسی ایستادگی. و همین عطا ابن اسید گفت الحمدلله الذی قبض ابی حتی لا یری هذا الیوم. الحمدلله گفت که خداوند جان این پدر ما تستر گرفت همین شرمندگی را ندید نباشه تلخ کف میشید. یک غلام حبشی که غلام ما بود در پیش ما قدر منزلت نداشت بالای مقدسترین مکان ما برآمده است و قریشی‌ها را دعوت داره که حی علی الصلاة یا به نماز. این عطا ابن اسید شخصیتی هست که حضرت صلی الله علیه و سلم بعد فتح مکه همه آدم والی مکه تعیین کرده شد. اخاف ان یخبر به رب السما. من هیچی نمیگم نه به اون خاطر که با شما هم فکر نیستم، از ترس اون که خداوند همین خبر را برسونه شرمنده میشید. حضرت خداوندی توسط جبرئیل علیه السلام میگه خبر را آورد رسون. وقتی حضرت آگاه شد صداشو کرد گفت خیلی گفته گفتیم و حضرت گفت کلکم بنی آدم و آدم خلق من تراب. شما همه فرزندای آدم علیه السلام هستید و خداوند متعال آدم علیه السلام از خاک خلق کرده است. این اکرمکم عند الله اتقاکم. بیشک مکرمترین شما عزیزترین شما در پیش پروردگار متقیای شما است. خدا در عصرهای 16 و 17 در اروپا این عقیده ها ندارد مگر بلی بشر مدیون اسلام نیستند، مدیون محمد صلی الله علیه و سلم نیستند، بیشک شما هستند. اما مرد باید باشه که اقرار کنه. مرد است که مردانشی داشته. اینما یعرف ذا الفضل من الناس ذوو. پروردگار محفل مبارک بگرداند. ماه مولود رسول الله صلی الله علیه و سلم حاجی بهرام اهل خاندانش و مهمانانش که امروز در این محفل خیر شرکت دارند ماه مبارک قرار بده. وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم از صاحبخانه و از مهمانان و مجموعاً از جمیع امتی با آر و با ناموس و محیبش شاد و مسرور بودند. پروردگار غیرت همت مانده که سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه بالای سرمون باشه. با سنت حضرت زندگی کنیم، با سنت حضرت عبادت کنیم، معامله و مناسبات مو طبق سنت دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم برگزار گردانیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار.